بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 36 رسیدیم که حکم اناشید یا حکم ترانه خوانی و نعتخوانی هست که کسایی که امروز ترانه خوانی میکنن و نعتخوانی میکنن حکم از اینا چی هست؟ مثلا میگن که ترانه های اسلامی هست یا نعتخوانی هست که در اونجا این مجالس جور میکنن و در این مجالس نمیکنن. علما میگن که یجوز النشید مقیدا به شروط التالیه. نشید جایز است لکن مقید هست به این شرط ها. یعنی اگر که کسی نشید یا ترانه میخوانه و یا نعتخوانی میکنه، این شرط ها باید وجود داشته باشه. اولا شرط اولش چی است؟ علامه ابن قدامه رحمه الله تعالی، ابن قدامه مقدسی، میگه لا بأس به و سائر انواع الانشاد ما لم یخرج الى حد الغناء. میگه پروا نمیکنه که ترانه خوانده شوه به شرطی که این ترانه از به شکل غنا یا موسیقی و ساز، شکل ساز و موسیقی و اینا را نگیره. و شرط دومشی است که ان لا یقصد من سماعه التعبد. وقتی یک کسی این ترانه را میشنوه یا این ترانه را خودش میخوانه یا این نعت یا میشنوه کسی یا میخوانه، قصد خواننده و قصد شنونده چی نباشه؟ عبادت نباشه. به خاطر از که ما عبادت به نام ترانه خوانی و نعتخوانی نداریم. بنابراین این کسی که این کار میکنه باید بفهمه که این در جای عبادت نیست. اگر قصد عبادت میکنه باز بدعت میشه. خب اول لذتی، یا مثلا قصد لذت نکنه که من از لذت ببرم، و طرب که شأن اهل الغناء الفسقی، مثل که مثلا کسایی که اهل موسیقی هستن یا ساز و ایگپا هست، اینا میگن ما از لذت ببریم. بل شیء من الترویح و النشاط، بلکه چیزی هست از راحت ساختن بدن که خستگی خود انسان رفع میکنه یا یک مطلبی را از او یاد میگیره. نه به خاطر از اینکه مثلا نه از او لذت ببره مثل که از موسیقی لذت میبره، و نه ای که این نعتخوانی و مجلس نعتخوانی را جور بکنه یا مجلس ترانه خوانی را جور بکنه و فکر بکنه که هم یک عبادت است. اگر ما مثلا ذکر میکنیم و قرآن میخوانیم عبادت است، پس اگر نعت بخوانیم یا مثلا ترانه بخوانیم این هم در عبادت است. چرا؟ چیز ما در شریعت اسلامی در عبادات نداریم. چرا؟ کیفیت عبادت، کمیت عبادت، زمان عبادت، مکان عبادت، نوعیت عبادت، 6 چیز است که این باید منصوص باشه، از جانب الله تعیین میشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تبلیغ کرده باشه. این 6 چیزی که در عبادات رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه، اول نوعیت عبادت است. مثلا ذکر یک عبادت است. دلیلش چی است؟ آیات است در قرآن و دلیلش چی است؟ احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما چیزی به نام نعتخوانی و ترانه خوانی در عبادات نداریم. اینال اگر کسی ایره به قصد عبادت میکنه باز بدعت میشه. بناء نوعیت عبادت، کیفیت عبادت که با چه قسمی عبادت انجام داده شود، کمیت عبادت که چقدر باید باشه، زمان عبادت و مکان عبادت و وسایلی که در عبادت استفاده میشه.
اینال ما چیزی در نوعیت عبادتی به نام نادخوانی و ترانه‌خوانی در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه و تابعین نداشتیم. بعضی اوقات شعر بوده که مثلا به خاطر امو ترویح یا راحت ساختن نفس یا استفاده کردن شعر میخوانه یا به مقصد ازی که در مقابل دشمنای الله، مثل که ما شما خوانیم کسی یک شعر میگه که دشمنای الله از او چی شوند، جواب از اونا گفته شوند. اگر ای به شکل ترانه یا نشید می باشه به می شکل مشکل نداره، اما اگر ای عبادت کس قرار میده و یا شکل لذت میگیره که مثل مردمایی که موسیقی مشنون لذت میبرن، باز ای ترانه و ای نادخوانی باز ناروا و ناجایز است. شرط سومش الله تشتمل کلماته علی معنی محظور فی الشرع، یعنی شرط سومی هست که امی کلماتی که در بین ازی هست، امی شعری که ازی استفاده میشه در این چیز محظور، یعنی چیزی که در شریعت ناروا هست این نباشه. کان یکون النشید وسیله للدخول البدعه و الشرک، به این که مثلا این ترانه یا این نات وسیله برای چی باشه؟ برای شرک و بدعت باشه. چون اکثرا ناتخوانه را شما سئل کنین، بسیاری از شرکیات و بسیاری از بدعت ها را از این طریق در بین مردم رواج قرار میده. بنابراین اگر نات باشه یا ترانه باشه که در او شرکیات باشه و یا در او مثلا بدعت ها باشه، این رواج میکنه، باز این حرام است و ناروا هست. مثل که مثلا بعضی از ترانه ها هستن که اینا بسیار از حد تجاوز میکنن، افراط میکنن. بسیاری نات ها هست که اینا را ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار صفات را به اون نسبت میدن که این صفات شایسته رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. مثلا صفات الله را به پیغمبر میدن و رسول الله صلی الله علیه و سلم از حالت بندگی و مخلوق بودن میکشن و صفات الوهیت و ربوبیت برش میدن، یا برای مثلا علی رضی الله عنه یا برای حسین رضی الله عنه یا برای صحابه. بعضی اوقات شما دیده باشین که در بعضی از نات ها و در بعضی از ترانه ها بسیار چی هستن، بسیار اطراح هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، شما مرا زیاد اطراح نکنین. اطراح چی هست؟ یعنی زیاده روی و افراد در مدح گفتن و نعت کردن، زیاد این کار نکنین. مثل که نصرانی ها عیسی علیه السلام پسر مریم علیه السلام زیاد افراد کردن و بالاخره گفتن که پسر الله هست. الله قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، و صفات الله را برازو دادن. بنابراین شما رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که این کار نکنین و انما قولوا عبده و رسوله، بگوین که این بنده الله هست و رسول الله هست. ما بنده الله هستم و رسول الله هستم. امین توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بنابراین اگر این ترانه ها افراط میشه یا انسان در بدعت داخل میکنن، بعضی بدعت ها را از طریق ترانه ها و نات ها در بین مردم ترویج میکنن و بسیاری از شرکیات است که از طریق ترانه ها، بسیاری اشعار شرکی هست، ترانه ها و نات های شرکی هست، اینا را در اینجا داخل میکنن. بنابراین اگر ایش شد، باز این شرط از این چی میشه و سبب از این میشه که اباحت از بین میره و میره به کراهیت و حرمت. او وسیله لترویج الشعارات القومیه والوطنیه والحزبیه عن طریقها ایضا. بعضی اوقات از طریق ترانه ها، از طریق نات ها، قوم پرستی، وطن پرستی، حزب پرستی، حزب گرایی، قوم گرایی، اینی چیزها، تعصبات از این طریق چی میشه؟ در بین مردم رواج پیدا میکنه. از این خاطر اگر این قسم ترانه ها بود، باز خواندنش، شنیدنش، استفاده کردنش کلش از حالت مباح مبرایه به کراهیت و حرمت انتقال پیدا میکنه. شرط چهارمیش این است که الله یشتمل علی دف. این ترانه ها که خوانده میشه نباید امرای ازو چی باشه؟ دایره باشه. چرا ما و شما قبلا هم گفتیم که
او دف که هسته برای دخترک های نابالغ در چه وقت هسته؟ در وقت اعلان کردن نکاح هست. دف فقط برای وقت نکاح هست. اما اگر در دیگه حالات مردها یا خانمها یا مثلا ناتخوانا یا مثلا ترانه خوانا اینا بازی ترانه خود به همراه دایره و به همراه چیزا یک جای میکنن، بازی از حد اباحتش خارج میشه. از این خاطر میگه الله یجتمع علی دف و فی هذه الحاله تكون مشتمله علی اللهو الذي لا یباح فی هذه الحاله. باز میگه این مشتمل به لهو میشه که این لهو در این حالت جایز نیست. یعنی مثلا بعض لهویات است که مطلقا حرام هستند، مثل ساز و موسیقی و ایگپا. بعضی از لهویات هستند که مثلا دایرگک هست، این دایره که زنگ نداشته باشه، این هم یکی از وسایل لهو است، لکن این مباح است. لکن مباح در کدام وقت است؟ در وقت اعلان نکاح است. متوجه هستین؟ این حال وقتی که این مباح هست در کدام وقت است؟ در این وقت محدده که اعلان نکاح هست. اما هر وقت خب باز اجازه نیست که انسان دایره بزنه و بدون از اینکه اعلان نکاح باشه. و یا ای که در عید باشه، روز عید و روز خوشی مسلمان ها هست، طفلکا این دایره کار میگیرن، دایره میزنن. اما در هر وقتی که مثلا مجلس میشه و ترانه خوانی میشه و دستار بندی میشه و چی میشه و باز ترانه میخوانن و دایره نمیرن، اینا مشروعیت نداره. این عالم امی شرط ها رو در اینجا بیان کرده. شرط پنجمش است که الله یشغل الانسان عن مواعظ الکتاب و سنه. تو نشه که امی ناتخوانی و ترانه خوانی انسان مشغول بسازه به چی؟ به ای که انسان درس تفسیر یاد بگیره، قرآن بخونه، ذکر بکنه. هر وقت که مثلا وقت پیدا کرد فوراً بیاییم که ترانه خوانده میریم، ترانه هست و این جای درس دینه، جای تعلیم دینه، جای عبادت، جای ذکر، جای قرآن خواندن، این ترانه خوانی بگیره. در این صورت که این قسم شوه، باز هم این وسیله میشه برای چی؟ برای صد از سبیل الله. ولا و الله يحدث بسببها مفسده في الدين. سبب کدام فساد در دین نشه تلهی، مثل که مشغول شدن از شنیدن قرآن و از علم شرعی، یا تدعی بعض الواجبات، یا ای که مثلا بعضی از واجبات چی شوه ضایع شوه، یا مصلحت های مهم به خاطر ناتخوانی و به خاطر ترانه خوانی. در صورتی که این چیزا شد، باز از حد اباحت مبرای هم. شرط ششمیشی است که ان لا یکون مشابها بالالحان بالحان اغنیت محرمه. دیگه میگه که شرط دیگه چی است که این مشابه با لحنهای خواندنهای حرام معلومدار نباشه. مثل که چی هسته؟ مثل که بعضی ترانه ها را شما شنیده باشین که از خواندن هندی، از خواندن های آوازخوانا که مشهور هستن، از او خواندن هندی سبکش میگیرن، کمپوزش میگیرن و او را باز میرن ترانه جور میکنن. وقتی که ترانه را میخوانی، پس او چی هست؟ امو مشابهت است با امرای لحنهای موسیقی های حرام. و اکثرا ترانه هاست وقتی که بشنوین و کسی این خواندن های حرام شنیده باشه، فوراً ذهنش میبره به اون طرف. پس از این خاطر میگن اگر ان لا یکون مشابها، که همین ترانه مشابه با الحان خواندن های حرام معلومدار نباشه که در بین مردم شهرت داره. و فی هذه الحاله من التشبه بالفساق والماجنین. باز در این صورت امی ترانه خوان و مشابهت پیدا میکنه به امرای سازنده ها، و کسایی که این ترانه ها و این نات ها را میشنون یا هم مشابهت پیدا میکنن به امرای امو چی؟ به امرای اهل فسق و امو اهل فجاعه و اهل فجور، به امرای از اینا بازی چی میشن؟ مشابهت پیدا میکنن. شرط هفتمش چی است که ان لا یکون مشابها. خب این خب
مشابها به اهل الغناء المحرم في اللباس والحركات والاداء. بله، اول خو اونجا مثلا شرط ششمی شرط ای بود که امون لحنش و کمپوزش و امون چیزایش با لحن و سیستم. اینجا باز میگه که این مشابه نباشه با امو اهل سازنده هایی که سازهای اعرامه که در لباسش مثلا سازنده ها یک لباس مخصوص برای خود جور میکنن. یک فرقه موسیقی هست، گروه سازنده ها هست، لباس های خاص برای خود جور میکنن، حرکت های خاص دارن، دستای خود به اشکال مختلف در ساز موسیقی میکنن. بناهن در نات و در نشید و در در این ترانه نباید این چیزها باشه، که اگر این چیزها بود باز بالاخره ای باز مشابهت پیدا میکنه با مو چیز حرام. شرط اشتمش چی هسته؟ ان لا يقترن بالنشید بعض الاصوات المطربه التي هي دون الآلات. مثلا میگه به امرای از این نشید بعضی از صداهای دگی خلط نشه که این بغیر از آلات وسایل موسیقی هست، که تصفیق مثلا به امرای ترانه اگر چک چک باشه یا صفیر باشه، اشبلاق کردن باشه، یا ضرب بالارجل یا مثلا پای زدن باشه، و القضیب یا و سنج ایگه پا که مثلا این چیزها را میزن، مثلا به امرای امی ترانه چوب بازی میشه و مثلا چک چک میشه و اشبلاق میشه و پای زدن از ایگه پا هست. این چیزها شرط است که باید امرای این ترانه یا این نات یا این نشید نباشه، و اگر این چیز امرایش گرد شد باز هم از حد اباحت خود میبراید. و شرط نهم چی است؟ که الا یکون ممن یؤدی الى الفسق والفجور كالنساء والمردان. میگه امی ترانه این از خود می ترانه توسط کسای ادا نشه. و الا یکون ممن یؤدی الى الفسق، از ممن از کسی که یؤدی الى الفسق که امی اگر میخانه نشیده باسی سبب فسق و فجور میشه، مثل خانم ها که مثلا خانم های بعضی جای دیده باشن که یک خانم است که آرایش کردگی و فیشن کردگی و در تلویزیون مثلا نات میخوانه و ترانه میخوانه و چیز، این ناروا هستی، حرام است. یا پسرهای زیبارویی که مثلا دیدن از اونها و صدای از اونها سبب چی میشه؟ سبب فتنه و فساد شود. طفلای خرد هستن که نیست، اما به اون شکلی که مثلا نوجوانایی که امرد هستن و علما میگن حکم از اونها دیدن به طرف از اونها مثل دیدن به طرف خانم ها هست. از این خاطر توسط از اینا اگر ترانه ها خوانده میشه باز هم سبب چی میشه؟ سبب فسق و فجور میشه. از این خاطر نباید باشه. اگر ای باشه باز از حالت اباحت حرمت میره. قال رحمه الله: و اما سماع القصائد لصلاح القلوب والاجتماع الى ذلك اما نشیدا مجردا. یعنی علما میگن که مثلا همی شنیدن قصیده ها یا همی ترانه ها یا همی شعرها یا همی نات ها، این حال ای کس میگن به خاطر ای که قلب ما خوب شوه، سخنای خوبی دهی باشه و اجتماع ذالک اما نشیدن مجردن، یا نشید خالص می باشه که یک ترانه که خالص است، او مقرونا به تغبیر و نحوه، یا مقرون با چی می باشه؟ یک جای می باشه به امرای چی؟ به امرای تغبیر ما شما قبلا گفتیم که با امرای دیگه حالاتی که مثلا وسائل و دیگه حالات غیر دیگی که پای زدن است و خیز انداختن است و افتادن است و اعضای بدن و عورت معلوم شدن هست و چک چک کردن هست و کمر رقص گپاست. اینا میگه که یا نشید خالص می باشه یا امرای ازی دیگه چیز تغبیر و امثالش می باشه. و هذا السماع محدث فی الاسلام. این قسم شنیدن، این قسم ترانه خوانی، این قسم نات خوانی که به امرای این چیز دیگه هست، این میگه چی هست؟ میگه این محدث، این جدید داخل شده در بین اسلام بعد از رفتن قرون سیگانه. و قد کریه اعیان الائمه، این بزرگترین از اماما بد میدن. ولم یحضره اکابر المشایخ، بزرگای مشایخ در این مجالس حاضر نمیشدن.
و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه و اما سماع القصائد لصلاح القلوب، اما شنیدن چی است؟ قصیده ها به خاطر اصلاح قلوب یا اجتماع برزی یا نشید مجرد می باشه یا امرای تکبیر می باشه، مثل ضرب القدیب علی الجلود، مثل که مثلا چوب سر پوست ها میزنن، یک قسم پوست چی میکنن مثل دایره و رجوع میکنن، دم 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 میزنن، حتی یطیر الغبار تا ای که مثلا حتی گرد و خاک میشه و مثل تصفیق و نحوه. فهذا سماع محدث فی الاسلام، میگه ای چی هسته؟ این محدث یا جدید هست در اسلام بعد از رفتن قرون سیگانه. این از این خاطر میگه که اعیان ائمه دی بد میدیدن و دی حاضر نمیشدن مشایخ. و قال و بازم شیخ الاسلام چی میگه؟ میگه ولذا تجد من اکثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته فی سماع القرآن. میگه از این خاطر میبینی که لذا تجد من اکثر من سماع القصائد، ببخشید یا عالم میگه ولذا تجد، میگه تو میافی من کسانی را که اونها اکثر من سماع القصائد که زیاد امی قصیده میشنون و غزل میشنون و شعر میشنون و ترانه میشنون، میگه یا رو ببینی به خاطر اصلاح قلب خود این چیزا رو میشنون که ما ولی باز شعر فلانی رو بشنوم و قصیده فلانی بسیار خوبش قصیده دیراستا گفته و من برم مثلا فلانی نات فلانی رو بشنوم و ترانه فلانی رو بشنوم. میگه این هست، میگه کسایی که لذا تجد من اکثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته فی سماع القرآن. باز این میگه رغبت ازی در شنیدن قرآن بسیار کم میشه، حتی ربما کریه، حتی شاید هم امی شنیدن قرآن خوشش نبیه. بسیار خطرناک است. و من اکثر من السفر الى زیارات المشاهد و نحوها، و کسانی که مثلا به زیارت امی مشاهد امی قبرها را که جور میکنن، که زیارت جور میکنن به شکل گنبد یا پا جور میکنن اینجا میره، میگه بسیاری کسایی که به این زیارت ها و به این چیزهایی که مثلا قبرها را جور کردن و قالین فرش کردن و در چهار اطراف و چوکی میمانن و اونجا میشینن و ترانه خوانی میشه و این پا میشن، میگه بسیاری وقتایی رو ببین که اینا رو ببینی لا یبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم این ما یکون فی قلب من وسعته السنه. میگه باز این کسایی که در زیارت ها و در پازیات میرن و در این مجالس زیاد میشینن، میگه بازی ها رو ببینید که علاقمندی حتی از رفتن به بیت الله حرام کرده، باز این قبر رو زیادتر ترجیح میده. والله من در عمره دیدم که یک دو نفر دوستای ما بودن، اونا آنقدر به رفتن به قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم علاقه زیاد داشتن که 5% از رو در بیت الله الحرام نمیدیدی. بیت الله الحرام شما رفتن به بیت الله الحرام، سفر کردن به او و خواندن نماز در اونجا و یا مثلا در مسجد نبوی نماز خواندن، اما ای که مثلا در قبر رفتن هست، ای دو زیاد چی داشته باشن. و حتی من در یک وقتی در یک مجلس خانه یکی از دوستای ما رفتم که یک کسی ششته و بسیار خوب و چهره زیبا و خوب و نرم سخن میگه و لنگی سفید هم بسر داره و خوب ریش هم داره و خوب لباس همه چیز. دیگه وقتی که امرایزی شیشتیم بحث وقتی سرزمین مسائل شد، گفت من در زیارت اقدر لذت میبرم که در مسجد لذت نمیبرم. استغفر الله و توب الیه. اما وقتی می گپ زد، گپ ازی بسیار برای من عجیب معلوم شد. آن وقتی که این کتاب باز اینجا خواندم که شیخ الاسلام رحمه الله میگه که بسیاری کسایی که به این زیارت ها و این قبر ها و اینجا زیاد میرن و میشینن و در این مجلس ها و در اطراف از این ناتخوانی و ترانه خوانی و این گپ ها میکنن و چای میخورن و شیر میخورن، بازی ها میگه که نسبت به کسی که قرآن و سنت میخونه، باز قلب از اینا محبت تعظیم به بیت الله نمی باشم. و من ادمن على اخذ الحکمت والآداب من کلام حکمای فارس و الروم لا يبقى لحکمت الاسلام و آداب به فی قلبه
ذاك الموقع. سبحان الله، چقدر یه عالم در عصرش بوده دیگه، حتما با بسیار تجربه عالی این بیان میکنه. میگه بسیاری کسایی که حکمت و آداب از چی میگیرن؟ از سخنای حکیمای فارس و روم میگیرن. شما بسیار کسایی دیده باشین که امی از فلسفه های روم، فلسفه های فارس، شاعرای فارس، شاعرای روم، شاعرای اروپا، مثلا امی ادیب هایی که مثلا در اونجا هستن، هنرمندان و شاعران و فلاسفه و یفاق هستن، از اونا وقتی که نقل قول میکنه بسیاری وقتا ببینی که به حدیث و به قرآن و به یکفا بسیار به اعتنامی باشه. و این ما به چشم خود دیدیم. وقتی تو برش حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنی، فوراً برات در مقابل گپت مارکس تو گفته، جان ژاک روسو تو گفته، فورک ای قسم گفته، فلانی ای قسم گفته. این گپای از اونا را میگن فلانی داستان ای قسم بود، مثلا فردوسی ای قسم گفته و در فلانی شعر از ای قسم است. ای عالم میگه که کسایی که ادمان چی را میگن؟ یعنی کسایی هستن مثل که یک کسی چی میباشه؟ ادمان الخمر چی را میگن؟ یعنی یک کسی دمی شراب خوری چی میشه؟ بیخی ای عادتش میشه. و یا مثلا یک کسی پودری میشه دیگه، بدون پودر طاقتش نمیه. بعضی کسا هست که با شعر و با کتاب های اقوال اروپایی ها و فارس و روم قدیم و اروپایی ها و فرانسوی ها و امریکایی ها و فلانی و اینا، وقتی که در اشعار از اینا و در قصاید از اینا و در اقوال از اینا گت میشه، باز اینا میگه که یا وقتی که از اینا را میگیره، لا یبقى لحکمت الاسلام و آدابه فی قلبه ذاک الموقع، باز این موقعیت در قلب از اینا میباشه. این لذتی که از اونا میبره، باز لذت از قرآن و لذت از سنت و لذت از حکمتی که در قرآن هست، حکمتی که در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم است، بازی از پیشش میره. و من ادمع قصص الملوک و سیرهم، و کسی که به قصه های پادشاه ها و داستان های قدیمی که فلانی پادشاه تاریخ و قصه هایش در این بسیار مدمن شد، یعنی مدمن الخمر کی میگه؟ یک کسی که بسیار عمده دیگه دائما شراب میخوره، به شراب چارش نمیشه، این مدمن قصه ها هست، قصه های پادشاه های قدیمی و قصه های سیرت های پادشاه های قدیمی. باز اینا چی میشه؟ لا یبقى لقصص الانبیاء و سیرهم فی قلبه ذاک الاهتمام، باز امی اهمیت در قلبش نمی باشه. مثل بسیاری کسا را شما دیده باشین که وقتی به فیلم ها و به سریال ها و ایگه بازیات قلبش چی میشه؟ جای میگیره. باز برای خواندن سیرت و به خواندن قرآن و به خواندن تفسیر و به درس دین ایگپا بسیار، یا شنیدن درس های علما هیچ وقت نمی داشته باشه. هیچ وقتی که پرسانش کنید میگه والا ما وقت ندارم، هیچ وقت نداشتم که می درس ها را بشنم. باش بگی که برادر عقیده شروط کلمه لا اله الا الله را یاد بگی که اگر ارکان کلمه در وجودت نباشه، تو کلمه را 100 دفعه بخوانی، باز ایمان تو درست نمیشه. شروط کلمه در وجودت نباشه، باز هم ایمان تو نقص پیدا میکنه. همین قسم که نماز بدون شروط و ارکانش نمیشه، این همین قسم کلمه هم بدون شروط و ارکانش بر تو تاثیر نمیکنه. اینو بخوان یاد بگی، عقیده را یاد بگی، درسای عقیده را یاد بگی، نواقض ایمان را بفهم که مبتلا نشی. باز هر وقت میگه والله صاحب هیچ وقت نیافتم، هیچ وقت نیست، هیچ تایم نیست پیشم که چیز کنم. چرا؟ به خاطر ازی که تایمش چی است؟ هر سریال که سایت میکنه که این مردمای بیدین هر سریالش 200 برنامه و 300 برنامه و 400 حلقه هست، تاکیر دیده میره، کل وقت و هوش و فکرش دو هستن. و قصه هایی که مثلا باز در فیلم ها هست، دیگه است که وقتی دیگه غرق شد، باز در سیرت و در این گپا میگه هیچ نمی باشه. باز لا یبقى لقصص الانبیاء، برای قصه های پیغمبرها و سیرت پیغمبرها در قلبش این اهتمام نمی باشه که قصه های از اونها رو بفهم. از این خاطر نام صحابه چی فیلم میفهمه، اما نام 10 نفر از صحابه را پرسان کنی یاد ندارم. و نظیر و هذا کثیر، میگه مثال از این بسیار زیاد است. این حصر فتنه ها الله متعال ما و شما را حفظ بکنه. و شیخ علی خدای رحمه الله میگه که
اما الاناشید اذا صاحبها دف، میگه اگر این ترانه ها امرایش فکرتان باشه، اگر ترانه بود یا نشید بود یا نات بود، اگر امرای از اینا دایره بود یا چیزی از آلات لهو بود یا امرای از این تصفیق چک چک بود یا ضرب الرجل بود، پا زدن بود یا سر خود این طرف کج کردن بود یا کج کردن جسم بود و کل ما دل علی طرب، یا هر چیزی که به می طرب و ساز و موسیقی و گپا دلالت میکنه، فانها محرمتون، حرام شده هست، لا تجوز، جایز نیست. اگر امرای نشید هر چیز از اینا هر کدامش بود، پس در این صورت باز این میگه جایز نمی باشه. و هو باز این وقت امی ترانه، امی نشید، امی نات مبدل میشه به چی؟ به غنای محرم، به ساز محرم. و هو من المحدثات فی الدین، و اگر این کسی باز در دین داخل میکنه، بازی از جمهوری جدید یا بدعت هایی هست که این در دین داخل کردن. و کل محدثت بدعه و کل بدعت ضلاله، و من البدع، و ای از بدعت ها می باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحانك الله.